6 تا مانعی که باعث میشه نتونی شبکه سازی کنی. میدونم خیلی دوست داری تیمتو بزرگ کنی و درآمد داشته باشی. پس این 6 تا مانع رو برطرف کن تا درآمدت چند برابر بشه. مانع اول ذهنیت اشتباهه. ممکنه اینجوری فکر کنی که اگر بخوای افراد رو وارد این کار کنی در حقیقت فقط خودت سود میکنی. خب این ذهنیت کاملا اشتباهه، چون که تو داری فرصتی رو به اونا پیشنهاد میدی که میتونن باهاش زندگیشون رو تغییر بدن و به رشد و درآمد بالایی برسن. تو مسئول آشنایی اونا با این کاری و اونا خودشون مسئول نتایجشون هستن. پس فرصت تو ازشون دریغ نکن، چون که داری بهشون لطف میکنی. مانع دوم، داری محدود نگاه میکنی. یعنی ارتباط سازیت محدوده و بسنده کردی فقط به یه تعداد آدم خاص. باید بری با طیف وسیع تری از افراد جامعه آشنا بشی. لزوما کسی که شبیه تو نیست آدم بدی نیست. به هر کسی به عنوان یه انسان نگاه کن و هر انسانی لیاقت اینو داره که یه فرصت بسیار عالی بهش معرفی بشه. مانع سوم اینه که استراتژی نداری. یه نقشه راه قدم به قدم نیاز داری که از آشنایی با افراد جدید شروع بشه و تا عضوگیری افراد جدید و ورود ادامه داشته باشه. مانع چهارم اینه که بیشتر منفعل هستی تا اینکه فعال باشی. اگه تو هم از اون دسته از آدمایی هستی که میگن دیگران اگه دوست داشته باشن خودشون به من مراجعه میکنن، اینو بدون که تو هیچ وقت نمیتونی شبکه خوبی بسازی. پس تو باید توی معرفی فرصتت پیش قدم باشی. مانع پنجم اینه که برای شبکه سازیت وقت و برنامه ریزی متمرکزی نداری. اگه جدول برنامه ریزی روزانه و هفتگی نداشته باشی، ساخت یه شبکه و عضوگیری یه توهم بیشتر نیست. هیچ آدم موفقی پیدا نشده که همینجوری بدون برنامه هر روز یه سری کارا رو انجام بده و بعدش هم بتونه به درآمد و رشد برسه. و مانع ششم اینه که از روابط خودت به نحو احسن استفاده نمی کنی. اینو بدون که اگه اطرافیانتو دعوت نکنی یکی دیگه اونا رو دعوت میکنه. برای بهتر کردن ارتباطت با اطرافیانت باید زمان بذاری و باید یاد بگیری که با روش درست کار و فرصتتو به اطرافیانت معرفی کنی. توی کامنت ها بهم بگو که تو کدوم یکی از این موانع رو داری و برای برطرف کردنش تا الان چی کار کردی.